که میبینین تشک مبل هست که از مبل جداش کردیم و مشکلش این بود که کفیش خیلی نرم شده بود، یعنی اسفنج اون حالت ارتجاعیشو از دست داد. اومدیم بازش کردیم. تعداد نوار تسمه ها رو میبینین که 3 ردیف در 2 ردیف زده کار کرده و همین تعداد کم باعث شد که این کار افت کنه و فاصله ای که ما همیشه بین نوار تسمه و اسفنج یه پارچه چیزی باید بزنیم، یعنی فاصله ایجاد بشه. عدم ایجاد فاصله باعث شد که ببینین اسفنج به چه روزی افتاد. اسفنج به راحتی اینجا پاره شد و باعث شد که کار خیلی نرم بشه و اون خاصیت ارتجاعی که از اول داشت رو دیگه نداشته باشه. رعایت کردن همین نکات ریز باعث میشه که طول عمر مبل و همچنین راحتی، اصلا راحت تر هم هست. یعنی اگر این کارها رو رعایت بکنی نشیمن بسیار راحت تری رو بهت میده. میبینید که اسفنجا همشون خاصیتشو از دست دادن.